هیچ کس آماده نیست، نه من، نه تو، نه اون آدمی که الان از دور فکر میکنی همه چی رو بلده. برای شروع کمالگرا نباش. هیچ شروعی بی نقص نیست. مهم اینه که تو مسیر سعی کنی به بهترین شکل عمل کنی. از بچگی بهمون گفتن اول آماده شو، اول یاد بگیر، اول مطمئن شو، بعد شروع کن. و ما هم مدت هاست داریم اولها رو جمع میکنیم، ولی در حقیقت هیچ وقت به شروع نمیرسیم. حقیقت اینه که آماده بودن مقصد نیست، بلکه یه بهونه است. بهونه‌ای برای شروع نکردن، برای عقب انداختن و در نهایت برای فرار. چون شروع کردن همراه با ترسه. شروع کردن یعنی ممکنه خراب کنی، یعنی ممکنه دیده بشی و بفهمی اونقدرها هم که فکر میکردی خوب نیستی. ولی یه چیزی رو هیچ کس بهت نگفته، اینکه همه وسط راه یاد میگیرن و به نسخه کامل خودشون میرسن. اون آدم موفقی که تحسینش میکنی اولش گیج بوده، بارها اشتباه کرده، بارها خواسته ول کنه. به نظرت فرقش با تو چی بوده؟ فرقش این بوده که منتظر نمونده تا شرایط کاملا مهیا شه تا شروع کنه. فقط شروع کرده، بعد شروع کرده، ناقص شروع کرده، ولی شروع کرده. ما یه توهم داریم، توهم کنترل. فکر میکنیم اگه بیشتر صبر کنیم، اگه بیشتر یاد بگیریم، اگه یه روز خاص برسه همه چی بهتر میشه. ولی واقعیت اینه اون روز هیچ وقت نمیاد. هیچ وقت یه صبح از خواب بیدار نمیشی بگی خب الان کاملا آماده‌ام. اگه قرار بود آماده باشی الان بودی. آمادگی بعد از شروع میاد، نه قبلش. اعتماد به نفس بعد از عمل میاد، نه قبلش. مهارت بعد از اشتباه میاد، نه قبلش. ولی ما برعکسش رو میخوایم بدون زمین خوردن بدویم، بدون اشتباه حرفه‌ای باشیم، بدون ترس جلو بریم و همین ما رو قفل میکنه. بذار یه چیز رو رک بگم. شروع نکردن امن‌تره، ولی هیچ وقت زندگی تو عوض نمیکنه. در مقابل شروع کردن خطرناکه، ولی تنها راه جلو رفتنه. اگه الان داری این ویدیو رو میبینی احتمالاً یه کاری هست که مدت هاست میخوای شروعش کنی، ولی هی میگی بعدن، از فردا، وقتی آماده شدم. اون بعدن داره عمرتو میخوره. هیچ کس آماده نیست. همه فقط تصمیم میگیرن ادامه بدن یا نه. و اینجا همون نقطه‌ایه که مسیرها جدا میشن. بعضیا میترسن و بر میگردن، بعضی دیگه با وجود ترس جلو میرن. ترس همیشه هست. فرقش اینه که کی اجازه میده ترس براش تصمیم بگیره. اگه فقط یه چیز از این ویدیو یادت بمونه این باشه که مهم نیست کجای راهی، مهم اینه که متوقف نشی. شروع کن، حتی اگه بد، حتی اگه ناقص، حتی اگه بترسی. چون هیچ کس آماده نیست. همه وسط راه یاد میگیرن و فقط اونایی جلو میرن که ادامه میدن.